سلام، اینجا کارگزاری آسمانه. من علیرضا خان محمدی ام و با یه تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. قراره با هم چارت دلار رو بررسی کنیم. در نظر داشته باشین قیمت بروز دلار آزاد از تمام سایت ها برداشته شده و الان قیمتی که داره دلار معامله میشه بین 54 تا 54 صده. دلار بعد از تنش‌های منطقه‌ای و ریسک‌های سیاسی که برای ایران به وجود اومد یه حرکت صعودی رو شروع کرد که ما جلوتر میتونستیم به صورت سیگنال با تاچ کردن ناحیه CRSI و جلوتر کراس الیگیتور و تغییر فاز مکدی سیگنال خرید رو دریافت کنیم. اما در ادامه قیمت دلار موفق نشد بالای 54,000 تومان تثبیت بشه و به نظر میرسه که دو تا سناریو مطرح باشه. یک، سناریوی اصلاح از همین ناحیه که ما اعدادی که برامون مهمه به عنوان حمایت ازش استفاده کنیم، عدد 52,500 51,500 و عدد 50,000 تومان به عنوان حمایت‌های اصلی برای قیمت دلار محسوب میشه. ولی همونطور که میدونی قیمت دلار به اخبار و تنش‌ها بسیار حساسه. شاید از اینجا با یک خبر ادامه حرکت صعودی یا روند نزولی رو داشته باشیم. اگر به حرکت صعودیش ادامه بده بین قیمت 55 تا 55,800 ما یک ناحیه عرضه داریم که اگر اونجا اصلاحی اتفاق نیفته و قیمت دلار باز هم بخواد رشد خودش رو ادامه بده، عدد 60,000 تومان به عنوان تارگت بعدی قیمت دلار محسوب میشه. ولی با توجه به شرایط موجود به نظر میرسه دلار از همینجا یک اصلاح به سمت حمایت‌های خودش داشته باشه.